به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، جذاب و شیرین شروع میکنیم. یی چینگ یا کتاب تقدیرات، کهن‌ترین کتاب حکمت و فالنامه چینی تنظیم به انگلیسی از آلفرد داگلاس هستش و پیشگفتار بسیار زیبایی از کارل گوستاو یونگ هستش که حتما برای شما میخونم. ترجمه سودابه فضائلی هستش. این کتاب بسیار قدیمیه که به دست من رسیده. چاپ هفتم این کتاب در سال 1376 در تهران توسط نشر ثالث چاپ شده و اگر هم چاپ جدیدی داره من اطلاعی ندارم. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو برای شما بخونم و با هم دیگه این کتاب رو کشفش کنیم. مقدمه‌ای هستش بر فصل چاپ پنجم این کتاب که برای شما نمیخونم و کتاب رو از ابتدا با هم شروع میکنیم. لطفاً با من همراه باشید. ای چینگ یا کتاب تقدیرات کتاب مقدس چینیان است و کهن‌ترین متن به جا مانده از چین باستان. این کتاب مقدس که بیش از 4000 سال قدمت دارد از آیین‌های اولیه چین باستان نشأت گرفته است و 64 علامت و تفسیر این علائم تشکیل شده است. اعتقاد چینیان قدیم بر این بوده که تمام تحولاتی که در درون و برون آدمی رخ می‌دهد در این 64 علامت خلاصه می‌شود. این کتاب طی قرن‌ها نسل اندر نسل مورد تکریم چینیان بوده است و چنان نفوذی در زندگی و اندیشه آنان داشته که فرزانگان چینی چون شاهون، لاوتسه و کنفوسیوس کوشیدند تا روابط درونی و علائم رمزآمیز این کتاب را کشف و تفسیر کنند و از آن حکمتی روشن برای زندگی آدمیان و جامعه ارائه دهند. به این ترتیب متن‌های بسیار در شرح و تفسیر یی چینگ نوشته شده است. در واقع این مجموعه محصول کار جمعی حکیمان چینی طی قرن‌هاست و از این رو ریشه اصلی شناخت فرهنگ چین و یکی از ریشه‌های اصلی شناخت فرهنگ شرق است. در یی چینگ علم و نظر به هم درآمیخته است، چرا که برای دریافت مفاهیم تمثیلی این کتاب مقدس میباید از قواعد ریاضی بهره جست و در عین حال شناختی عرفانی نسبت به هر لحظه از تقدیر و مفهوم خاص نمادها در آن لحظه داشت تا اشارات و هشدارهای یی چینگ را درک کرد و با اندرزها و راهنمودهای آن فراز و نشیب‌های درون و برون خود را و تغییرات پیچیده جهان هستی را شناخت. با این شناخت آدمی می‌تواند خود را با این تغییرات هماهنگ کند، آماده مقدرات شود و حتی از بعضی مقدرات پیشگیری کند. تجربه این مرحله با یی چینگ کلید رمز عرفان و اندیشه حکمی شرق دور است که طی هزاران سال از ورای همه حوادث ویرانگر یا سازنده چهره خود را حفظ کرده است و همچنان تعادلی را میان علم حصولی و نظر اشراقی نگاه داشته است و با به کار بردن این دو وجه علم و نظر یی چینگ لایه‌های پیچیده روان و ذهن را باز می‌کند و عمق خواسته‌ها و هجران‌های آن را روشن می‌کند. شاید از این روز که کارل گوستاو یونگ حدود 30 سال بر این کتاب مطالعه مستمر داشته و معتقد بوده است که یی چینگ با ناخودآگاه فردی و قومی انسان سر و کار می‌یابد و از این طریق انسان را به خودشناسی راهنمون می‌شود. همچنین عرفانگرایان غربی چون هرمان هسه همواره از این کتاب تعلیم گرفتند و آن را مبنای اعتقاد خود به عرفان شرق و مبنای فهم خود از جهان قرار دادند. شاید بتوان این کتاب مقدس مذهبی عرفانی را در ادبیات و فرهنگ ما با دیوان خواجه شیراز
قیاس کرد، چه از نظر عمق حکمی و عرفانی آن و چه از نظر اعتقادی که مردم قرون بر آن بستند و آن را مرجع سال و سؤال قرار دادند. اگرچه برای سال با ایچینگ میبایست سلسله اعمالی انجام داد که بر اصول ریاضی مبتنی است، اما لحظه تفعول یا نیت فالگیرنده و قسمتی در آن مؤثرند و این هر سه عامل در تفعول و سؤال از خواجه حافظ بس دارای اهمیتی ویژه است. نمادگرایی و اشارات و کتابات ایچینگ هم برای ما ایرانیان چندان غریبه نیست، چون که با اندکی تفاوت همین نمادگرایی در ذهنیت حکمی ما وجود دارد. بنابراین در نمونه‌های والای فرهنگ ایرانی و چینی چون آیینه‌های متمایل راهنمودهایی وجود را روشن می‌بینیم که ما حافظ را لسان الغیب می‌دانیم و چنان معتقدیم که ایچینگ روحی دارد که ناظر بر روح مردمان است. در 100 سال اخیر این کتاب به زبان‌های مختلف جهان ترجمه شده است و یکی از شناخته‌ترین کتاب‌های حکمی جهان است و از پرانتشارترین کتاب‌ها از ایچینگ به هر زبان روایت‌های مختلفی چاپ شده است که از میان آنها 2 روایت مأخذ قرار گرفته، یکی روایت آلفرد داگلاس و دیگر روایت ریچارد ویلهلم که روایت ویلهلم روایتی است کلاسیک شامل شروح مختلف و متن اصلی با نثری مقطع ترجمه شده، اما روایت داگلاس به نثر معمولتری ترجمه شده، همچنین شرح‌ها را خلاصه‌تر و گزیده‌تر آورده است و در تنظیم روال متن‌ها و مراحل معرفی ایچینگ ساده‌تر و قابل فهم‌تر بوده است. برای نخستین آشنایی با ایچینگ بهتر آن بود که متنی ساده‌تر انتخاب شود. پس متن داگلاس مبنا قرار گرفت و هر جا که لازم بود با متن اصلی و تفسیرها از روایات ویلهلم مقایسه شده است. و اما واژه ایچینگ را در برخی ترجمه‌ها و تلفظها در ایران آیچینگ آوردند که به تلفظ انگلیسی از واژه اصلی اسم این کتاب است و آیچینگ یا ایچینگ هم تلفظ فرانسوی آن لکن در اصل ایچینگ است که چه تلفظی بین ج و چه است. پس در اینجا تلفظ ایچینگ به خاطر نزدیکی به اصل و سهولت تلفظ پیشنهاد شده است. ای به معنای کتاب است و چینگ یا جینگ به معنای تغییر یا دیگر شدن و منظور تغییری است که در زندگی و سرنوشت حادث می شود. چون واژه تغییر در فارسی معنایی به این وجه ندارد، برخی مترجمان به فارسی مقدرات ترجمه کردند و در اینجا کتاب تقدیرات پیشنهاد شده است تا مفهوم تغییر اراده شود. اگر دست زدن به چنین مهمی خود خطر کردنی است، اما امیدواریم این نخستین گام پذیرفته شود و بر ضعف‌های آن که قدر مسلم از انتخاب و کار مترجم است ببخشایند و هر خطایی که رفته تذکر دهند که مترجم به دیده منت دارد. پیشگفتار روانشناس بزرگ کارل گوستاو یونگ از مقدمه کتاب ویلهلم نقل شده که طرز نگرش یونگ بر ایچینگ تأییدی این زمانی است بر علمی از آن هزاران سال پیش. مقاله یونگ شیوه برخورد با ایچینگ را روشن می کند، اما شاید پس از مطالعه کامل مجموعه خواندن درباره این پیشگفتار روشنگری بیشتری در بر داشته باشد که ارتباط حکیمانه حکیمی از این قرن با حکیمان باستان میتواند آشتی دهنده ما با خویشتن ما باشد و به هر تقدیر پویندگان راه حقیقت در همه زمانها و در سراسر جهان ارتباطی دارند که همواره رو به گسترش است و ما از این ارتباط میتوانیم پرتویی بر زندگی خویش
و بر این جهان تاریک داشته باشیم. گفتاری بر یی چینگ کار گوستاو یونگ. از آنجایی که من چینی شناس نیستم، نوشتن مقدمه‌ای بر کتاب تقدیرات تنها میتواند شهادتنامه‌ای باشد بر تجربه شخصی من از این کتاب عظیم و منحصر به فرد. اگرچه مفهوم کتاب تقدیرات به آسانی قابل فهم نیست و وجود مقدمه‌ای بر این کتاب لازم است، اما من این مقدمه را برای قابل فهم ساختن ای چینگ تحریر نکردم، بلکه آن را در جواب به آن دسته از پژوهشگران و محققان غربی نوشتم که کتاب را به دلیل وجود نکات مبهمش جزء اوراد جادویی به حساب آوردند و یا آن را غامض‌تر از آن پنداشتند که درک پذیر باشد و یا اصلا آن را فاقد هر گونه ارزش خواندند، در حالی که من بیش از 30 سال صرف وقت کردم تا فنون کتاب ای چینگ یا روش آن را در کشف ناخودآگاه دریابم، چرا که به نظرم می رسید ای چینگ مفهومی غیر معمول دارد. من زبان چینی نمی دانم و هرگز در چین نبودم، اما می توانم به خوانندگان اطمینان بدهم که روی هم رفته آسان نیست که یکی از مظاهر اندیشه چینی را که سخت با طریقه تفکر ما متفاوت است درک کنیم، مگر اینکه تعصبات ذهنیت غربی را کنار بگذاریم. البته جای شگفتی است که چرا یک چنین مردمان با استعداد و هوشیاری چون چینی‌ها هرگز در آنچه ما علم می‌نامیم پیشرفتی نکردند. اگرچه علم ما بر مبنای اصل علیت است و علیت را حقیقتی بدیهی دانسته‌ایم، اما تناقضی عظیم در دیدگاه ما وجود دارد. آنچه موجب شکست نقد خودمحض کانت است کمال یافتن فیزیک جدید است که بدیهی بودن علیت را در زیربنا متزلزل کرده است. از این رو ما اکنون می‌دانیم آنچه را ما قوانین طبیعی نامیده‌ایم صرفاً حقایق آماری هستند و بدین ترتیب باید لزوماً استثناءات را به حساب آورد. هرچند ما هنوز وجود استثناء را به حد کافی جدی نگرفتیم، در حالی که باید بدانیم طبیعت آزمایشگاهی با محدودیت‌های خشک و قاطع نیست که هدف آن اثبات تغییر ناپذیر بودن قوانین طبیعت باشد، بلکه اگر چیزها را به طبیعت واگذار کنیم تصویری کاملا متفاوت خواهیم داشت و می‌بینیم که هر جریانی به طور کلی یا جزئی با مداخله بخت و اقبال همراه است و قوانین ویژه مدون در مورد وقایع به ندرت و به طور استثنایی با جریان طبیعی وقایع منطبق می شود. ذهنیت چینی بدان گونه که من آن را ضمن کار بر ای چینگ دریافتم به طور گسترده‌ای با وجه تصادفی رویدادها در ارتباط است. آنچه را ما تصادف می‌نامیم مرکز توجه این ذهنیت خاصه است و آن چیزی را که ما به عنوان قانون علیت تقدیس می‌کنیم تقریباً بی آنکه مورد توجه قرار دهد نادیده می‌گیرد. در اینجا لازم است در مورد اهمیت شدید تصادف و اقبال سخن بگوییم. بخشی عظیمی از کوشش بشر متمرکز شده است بر اینکه صدمات یا خطراتی را که ناشی از تصادف است محدود کند یا با آن بجنگد، در حالی که آن اعتباری که ما برای نظریه علیت قائلیم اغلب در قیاس با نتایج عملی تصادف و اقبال بیرنگ و رو شده‌اند. به نظر می‌آید وقتی می‌گوییم بلورهای کوارتز یا سنگ چینی منشورهای 6 پر است، این جمله در صورتی کاملا درست است که سنگ چینی ایدئال منظور باشد، اما در طبیعت هیچ دو سنگ چینی را دقیقاً شبیه به هم پیدا نمی‌کنیم، اگرچه همه آنها بدون شک منشورهای 6 پر هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد شکل عملی بیشتر مطلوب نظر حکمای چینی است تا شکل ایدئال. حکمای چینی به درهم آمیختگی قوانین طبیعی که واقعیتی تجربی به وجود می‌آورد
بیشتر اهمیت میدهند تا به توصیفات علت و معلولی وقایع که در ضمن میبایست از همدیگر جدا باشند تا بتوانند به طور کامل مورد بررسی قرار گیرند. روشی که ایچینگ برای نگریستن به واقعیت اتخاذ می‌کند بدان گونه است که گویی ترتیب علت و معلولی را بی‌اعتبار می‌داند. در چشم یک چینی قدیمی لحظه‌ای که فعلاً مورد ملاحظه است بیشتر نشانه تصادف است تا نتیجه روشن و مشخص از همساز شدن سلسله جریان‌های علت و معلولی. گویا آن هیئتی موضوع توجه است که در لحظه مورد ملاحظه از حوادث اتفاقی شکل گرفته و اصلاً بر اساس دلایل فرضی نیست که ظاهراً حوادث را توجیه می‌کنند. ذهنیت غربی خوب وارسی می‌کند، توزیع می‌کند، انتخاب می‌کند، دسته‌بندی می‌کند و مجزا می‌کند، اما تصویری که چینی از لحظه ارائه می‌دهد همه چیز را در غیر منطقی ترین جزئیات آن در بر می‌گیرد، چرا که همه اجزا با هم لحظه مورد نظر را می‌سازند. از این روز که وقتی کسی 3 سکه ایچینگ را می‌اندازد یا 49 ساقه درخت بومادران را تنظیم می‌کند، این جزئیات تصادفی در تصویر لحظه مورد ملاحظه وارد می‌شود و قسمتی از آن را شکل می‌دهد. قسمتی که از نظر ما بی‌مفهوم است، اما برای ذهنیت چینی دارای بالاترین معناست. برای ما این سخن مبتذل و تقریباً بدون معناست، حداقل در صورت ظاهرش. گفتن اینکه هر آنچه اتفاق می‌افتد در یک لحظه خاص به طور گریزناپذیری کیفیت خاصه آن لحظه را در بر دارد. این امر مجرد و منتزه نیست، بلکه کاملاً عملی است. بعضی افراد خبره هستند که می‌توانند صرفاً از روی ظاهر، مزه و حالت یک شراب محل تاکستان و سال این شراب را به شما بگویند. عتیقه شناسانی هستند که تقریباً با دقتی غریب محل و زمان و اصل و سازنده یک شیء هنری یا یک قطعه از اساسه را فقط با نگاه کردن به آن میگویند. و حتی منجمانی هستند که بدون هر گونه دانش قبلی نسبت به تاریخ تولد شما میگویند در لحظه تولد شما کدام یک از صور فلکی در افق برآمده. در مقابل یک چنین حقایقی باید پذیرفت که لحظات آثار طولانی مدت بر جای می‌گذارند. به عبارت دیگر هر آن کسی که ایچینگ را اختراع کرده است باور داشته که 6 خطی که در یک لحظه خاص به دست می‌آید نه تنها از نظر زمانی با این لحظه خاص متقارن است، بلکه به همان اندازه از نظر کیفی هم با این لحظه تقارن دارد. برای این مخترع 6 خطی توصیفگر آن لحظه است که در آن لحظه سکه ها ریخته شدند، حتی بیش از آن حدی که ساعات و تقسیمات تقویم می توانند توصیفگر آن باشند، تا به حدی که باور می شد 6 خطی نشانگر وضعیت اساسی آن لحظه خاص است. این فرضیه بعضی اصول غریب دیگر را شامل می شود که من آن را انطباق می خوانم. این مفهوم نقطه نظری را به وجود می آورد که کاملا مغایر نقطه نظرهای مبتنی بر علیت است. از آنجایی که علیت صرفاً یک حقیقت آماری است و حقیقتی مطلق نیست، یک نوع فرضیه عملی است از اینکه چگونه وقایع یکی از درون دیگری ایجاد می شوند. در حالی که انطباق تقارن وقایع را در فضا و زمان به عنوان تصادف محض تلقی نمی کند، بلکه آن را وابستگی وقایع عینی به همدیگر و به حالات ذهنی یا روانی مشاهده‌گر یا مشاهده‌گران می‌داند. ذهن چینیان قدیم در تأمل بر کهکشان شبیه است به ذهن فیزیکدان‌های جدید، زیرا فیزیکدان‌های جدید نمی‌توانند منکر آن باشند که الگویشان از دنیا دارای ساختی روانی جسمی است. بر این اساس همانطور که شرایط روانی در کل یک وضعیت زودگذر مؤثر است، یا واقعی بسیار جزئی در مشاهده‌گر مؤثر می شود، به همان اندازه واقعیت پنهان در پشت ایچینگ هم در ذهنیت مؤثر است. همانطور که قانون علیت
مراحل وقایع را تشریح می کند، به همان نسبت انطباق هم در ذهنیت چینی با تقارن وقایع در ارتباط است. بینش علیت‌گرا داستانی نمایشی برایمان معرفی می کند از اینکه چگونه به وجود آمد. اصل آن ج است که قبل از د میزیست. ج هم به نوبه خود پدری به نام ب داشته و غیره. بینش انطباقی هم از سوی دیگر می‌کوشد یک تصویر با معنی از تقارن به دست دهد. چه اتفاقی افتاد که الف و ب و ج و دال و غیره همگی در یک لحظه و در یک مکان ظاهر شدند؟ در مرحله اول چون وقایع مادی الف و ب از همان کیفیتی برخوردارند که وقایع روانی ج و دال، و دیگر اینکه چون همگی بیانگر همان یک وضعیت زودگذر هستند. بدین ترتیب فرض بر این است که از این وضعیت تصویری قابل فهم و روشن ارائه شود. با این توصیف 64 شش خطی ایچینگ وسیله‌ای هستند که توسط آنها میتوان معانی 64 وضعیت نوعی مختلف را مشخص کرد. این تفسیرها معادل توضیحات مبتنی بر علیت هستند، اگرچه ارتباطات مبتنی بر علیت از نظر آماری لازم هستند و از این رو می توانند موضوع تجربه واقع شوند. لکن از آنجایی که وضعیت منحصر به فرد است و نمی تواند تکرار شود، پس تجربه کردن انطباق در شرایط معمولی غیر ممکن به نظر می رسد. در این حال برای ایچینگ تنها معیار صحت متن شش خطی و انطباق آن با وضعیت روانی شخص نظر خود مشاهده‌گر است. تصور می رود که حاصل ریختن سکه ها یا نتیجه تقسیم دست چوب های بومادران لزوماً در وضعیت موجود همان است که می بایست باشد، تا بدان حد که هر آنچه در آن لحظه اتفاق می افتد به عنوان بخش ضروری تصویر محسوب می شود. اگر یک مشت چوب کبریت بر زمین بیفتد، شکل شاخص آن لحظه به دست می دهد. اما چون این حقیقت بدیهی تنها وقتی طبیعت پرمعنای خود را ظاهر می سازد که خواندن این شکل ممکن باشد و تفسیر آن قابل تشخیص باشد. این تشخیص بخشی توسط دانش مشاهده‌گر از موقعیت ذهنی و عینی انجام می شود و بخشی توسط وقایع قبلی. به طور یقین این روش کار برای ذهنیتی که نقاد است و به تحقیق تجربی وقایع یا شواهد واقعی عادت کرده جالب نیست، بلکه برای کسی است که دوست دارد به جهان از همان زاویه‌ای بنگرد که چین قدیم می‌نگریست. برای چنین شخصی ممکن است ایچینگ گیرنده باشد. البته مبحث فوق برای ذهنیت چینی اصلاً قابل طرح نیست. برعکس، بنابر سنت قدیم، شفاعت روحانی که به طریقی مرموز عمل می کند به چوب الف ما جوابی پرمعنا می دهد. این قدرت ها انگار که روح زنده کتابند. گویی کتاب یک نوع موجود جاندار باشد. بنابر سنت هر کس می تواند از ایچینگ سوال کند و انتظار دریافت جوابهای خردمندانه داشته باشد. بدین ترتیب به مغزم خطور کرد که شاید افراد ناآشنا با ایچینگ بخواهند عملکرد ایچینگ را ببینید. بدین منظور تجربه کردم که به شدت مطابق با طرز تلقی چینی بود. من کتاب را به صورت شخصی مجسم کردم و قضاوت او را راجع به موقعیت کنونی پرسیدم. مثلا پرسیدم در معرفی ایچینگ به دنیای جدید چه هدفی باید داشته باشم؟ اگرچه این روش کار با مفروضات فلسفه تائویسم هماهنگ است، معاهازا به نظر ما غربی ها بی نهایت عجیب و غریب می نماید. لکن حتی پندار بیهوده و عجیب و غریب دیوانگان و یا خرافات بدوی برای من هرگز غریب نبوده است. من همواره کوشش کردم که در عین کنجکاو بودن از تعصب بری باشم. چرا به محاوره‌ای با یک کتاب قدیمی اعتماد نکنیم؟ کتابی که مدعی است جان دارد.
هیچ زیانی از آن به ما نمی‌رسد و ممکن است خواننده ناظر بر جریانی روانشناسانه باشد، جریانی که در طول زمان صورت گرفته است و طی هزاره تمدن چینی به کنفوسیوس‌ها و لاوتسه‌ها که هر دو بیان غایی مکتب معنوی و رمزی فلسفی بودند عرضه شده است. من روش سکه ها را به کار بستم و جواب به دست آمده 6 خطی شماره 50 تینگ دینگ بود. بنابر ترتیبی که سوال من عنوان شده بود، متن 6 خطی باید به گونه‌ای خوانده میشد که گویی خود ایچینگ شخص گوینده است. پس خود را به عنوان دیگ توصیف می‌کرد، یعنی به مثابه یک ظرف آیینی که حاوی غذای طبخ شده است. اینجا غذا را باید تغذیه معنوی به حساب آورد. ویلهلم در این باره میگوید دیگ به عنوان یک ظرف وابسته است به یک تمدن ظریف و پالوده و از اطعام و تغذیه مردان قادر سخن میگوید، مردانی که حافظ منافع مملکتند. ما در اینجا شاهد تمدنی هستیم که مذهب در آن به کمال خود رسیده است. دیگ برای تقدیم قربانی به پیشگاه خداوند است. تجلیاتی غایی خداوند در پیغمبران و اولیا بروز می کند. احترام و ستایش نسبت به آنان احترام و ستایش نسبت به خداوند است. خواسته خداوند آنگونه که از طریق آنان متجلی می گردد می باید با فروتنی پذیرفته شود. بنابر فرض ما باید نتیجه بگیریم که ایچینگ در اینجا در مورد خیشتن شهادت می دهد. هنگامی که ارزش هر یک از خطوط 6 خطی به دست آمده 6 یا 9 باشد، بدین معناست که بر آنها به طور ویژه‌ای تاکید شده و بنابراین در تفسیر از اهمیت خاصی برخوردار است. در 6 خطی من شفاعت روحانی تاکید را بر عدد 9 قرار داده، یعنی خطوط دوم و سوم 6 خطی متن. خط دوم 9. دیگ پر از غذاست. دشمنان خنثی شدند و نمیتوانند صدمه‌ای بر او وارد کنند. مساعدت بخت. پس ایچینگ درباره خودش میگوید من محتوی غذایی معنوی هستم. از آنجایی که سهیم بودن در چیزی بزرگ حسادت برانگیز است، اتفاق کلمه در حسادت بخشی از تصویر است. حسود میخواهد مایملک بزرگ ایچینگ را از دستش به در آورد، یعنی میخواهد مفهوم و معنای آن را بدزدد یا آن را نابود کند. اما دشمنی آنها بیهوده است. غنای معنای ایچینگ متیقن است، یعنی به اکتسابات مثبت خود یقین دارد، اکتساباتی که هیچ کس نمیتواند از او دور کند. متن چنین ادامه میدهد: خط سوم 9. دسته های دیگ را برداشتن. از این رو حرکت کردن در مسیر زندگی مشکل است. گوشت چرب قرقاول خورده نشده، اما باریدن باران تأسف را خواهد زدود و در آخر کامیابی و خوش اقبالی خواهد آورد. دسته های دیگ قسمتی است که به وسیله آن میتوان دیگ را گرفت. پس نشانگر برداشتی است که شخص از دیگ دارد. در طول زمان این برداشت ظاهراً تغییر کرده است، به نحوی که امروزه ما دیگر نمیتوانیم ایچینگ را درک کنیم. به این ترتیب است که حرکت کردن در مسیر زندگی مشکل است. ما دیگر با مشورت خردمندانه و نگاه نافذ ایچینگ حمایت نمی‌شویم. بدین جهت ما دیگر نمیتوانیم راه خود را در میان پیچ و خم‌های سرنوشت و پیچیدگی‌های طبیعت خود پیدا کنیم. گوشت چرب قرقاول یعنی بهترین و مغذی‌ترین قسمت یک ظرف غذا خورده نشده، اما هنگامی که زمین تشنه دوباره از باران سیراب می شود، به این معناست که در این مرحله خواسته برآورده شده. واژه تأسف به معنی اندوهی است که از نبودن خرد بر آدمی مستولی می گردد. لکن این اندوه برطرف می شود و آنگاه نوبت کامیابی فرا می رسد. ویلهلم توضیح می دهد این است نشانگر آن است که وقتی کسی در یک تمدن توسعه یافته در محلی جای می گیرد که هیچ کس به او توجه نمی کند و او را تشخیص نمی دهد، یعنی در مؤثر بودن مانع جدی بر سر راه دارد.
ایچینگ شکایت می کند انگار کیفیت‌های متعالی آن مورد توجه واقع نمی شود و تشخیص داده نمی شود و به جای آن نهال دروغ کاشته می شود، لکن با امید به اینکه به زودی شناخته خواهد شد خود را تسلی می دهد. در این دو خط خاص به سوالی که من از ایچینگ کرده بودم پاسخی داده شده که به هیچ تفسیر زیرکانه، استنادی و دانشی غیر معمولی برای درک آن نیاز نیست. هر کسی با شعور اندکی میتواند مفهوم این پاسخ را درک کند. این پاسخ از آن کسی است که به خود معتقد است، لکن ارزش‌های آن نه به طور عمومی مشخص شده و نه حتی شناخته شده است. تمثیل‌هایی که در پاسخ آمده مفاهیم جالبی دارد. ایچینگ به خود چون ظرفی می‌نگرد که در آن نذورات به خدایان تقدیم می‌شود. غذایی آیینی برای خوردن. در مورد خود معتقد است که وسیله‌ای است برای نیایش، برای تهیه غذاهای معنوی، برای عوامل یا نیروهای ناآگاه، شفاعت روحانی که به صورت خدایان تصویر شدند. به عبارت دیگر باید به این نیروها به گونه‌ای شایسته توجه شود تا در زندگی هر فرد سهم خود را ایفا کند. در واقع این امر همان معنی اصلی کلمه ریلیجیو است که به معنای تأملی دقیق است و از کلمه ریلکتک به معنای ما بر طبیعه آمده است. روش ایچینگ در واقع کیفیت خصوصی را در اشیا و افراد در نظر می‌گیرد و همچنین کیفیت‌های خصوصی افراد را در ناآگاه خود آنها. من سوال خود را از ایچینگ به آن صورت مطرح کردم که گویی از دوستی که می‌خواهم او را به دیگران معرفی کنم بپرسم: آیا مایل است به دوستان معرفی شود؟ ایچینگ در پاسخ راجع به اهمیت مذهبی خود سخن گفت و در مورد اینکه در حال حاضر ناشناخته مانده و دچار سوء قضاوت است و اینکه آرزو دارد به مقام محترم خود نایل شود. هنگام بیان این آرزو به طور یقین ایچینگ بر گفتاری که هنوز ننوشته بودم نگاهی دورنگر افکنده بود. این کار عکس‌العملی کاملا قابل فهم بود. همان چیزی بود که می توانستیم از شخصی در شرایط مشابه انتظار داشته باشیم. اما چگونه این عکس‌العمل حادث شد؟ چون من 3 سکه را در هوا انداختم و منتظر ماندم تا بر زمین بیفتد، روی زمین بچرخد و سرآخر ساکن شود، خط یا شیر بیاید. این واقعیت عجیب است که نتیجه پرمعنایی که به دست میآید بازتاب عمل ماست و ناشی از حرکتی است که به نظر میآید ظاهراً به کلی خالی از معناست. اما همین امر بزرگترین دستاورد ایچینگ است. مثالی که همکنون آوردم تنها نمونه نیست. جوابهای نغز و پرمعنا معمول ایچینگ است. چینشناسان غربی و محققین برجسته چینی زحمت بسیار بر خود هموار می‌کردند تا به من بقبولانند که ایچینگ مجموعه‌ای منسوخ و مهجور از اوراد جادویی است. در خلال این مباحثات منتقدان ایچینگ گاهی می‌پذیرفتند که مثلا یک تائوئیست برایشان از ایچینگ تفعلی بزند. البته این کار ممکن بود، فقط مزخرفات خوانده شود. اما غریب این که جوابی که به دست می آمد به طور مشخصی با نقطه کور روانشناسانه سوال کننده منطبق می شد. من با نظر غربی موافقم که هر تعداد جوابی به سوال من ممکن بود، ولی به طور یقین نمی توانم ادعا کنم که هر جواب دیگری می توانست به همین حد پرمعنا باشد. اگرچه جوابی که دریافت شد اولین و تنها جواب بود و ما هیچ چیز از جوابهای دیگری که ممکن بود داده شود نمی‌دانیم. این جواب مرا خوشنود و راضی کرد. پرسیدن همین سوال برای بار دوم خارج از ادب و نزاکت بود و به همین جهت من این کار را نکردم. چرا که استاد تنها یک بار سخن می‌گوید. به نظر من کفر محض است که به نحوی بیروح و عاری از سلیقه برای تعلیم گرفتن به مقوله‌ای نزدیک شویم و بکوشیم که پدیده‌های غیر عقلی آن را در الگوهای از پیش ساخته عقلی بگنجانیم. به راستی چون این چیزهایی، چون این جواب وقتی برای بار اول به چشم می‌آیند باید همانطور که بودند باقی بمانند.
چرا که تنها آن زمان است که ما میفهمیم که طبیعت چه میکند. وقتی به خود رها میشود بدون اینکه با فضولی و دخالت انسان دچار مزاحمت گردد، برای مطالعه در مورد زندگی نباید حتما به غارها رفت. به علاوه تکرار تجربه غیر ممکن است. به دلیل این منطق ساده که شرایط اولیه و اصلی را نمیتوان بازساخت، بنابراین در هر لحظه فقط یک جواب خاص وجود دارد و بس. برگردیم بر سر موضوع شش خطی خودمان. نباید تعجب کرد که تمام مضمونی را که تینگ یا دینگ میخواهد توصیف و تأکید کند در دو خط مشخص شش خطی اعلام شده. یک خط پایینی چنین میگوید: دیگ وارونه شده تا مواد فاسد خالی شود. عیبی ندارد اگر صیغه‌ای دست و پا کند، چون پسری خواهد آورد. دیگی که واژگون شده است مورد استفاده قرار نمیگیرد. پس ایچینگ همانند دیگی است که از آن استفاده نمی شود و چنانچه خطوط میگویند واژگون کردن آن به خاطر خالی کردن مواد فاسد بوده. درست مثل مردی که چون همسرش پسری نیاورده صیغه‌ای میگیرد، بنابراین هنگامی به ایچینگ رجوع می شود که هیچ راه دیگری نمانده است. با وجود لایحه تقریب قانونی صیغه گرفتن در چین، در واقع صیغه گرفتن چاره‌ای غیر استادانه و سرهمبندی شده است. پس بدین ترتیب در این مورد شیوه کار ایچینگ تدبیری است که ممکن است برای هدفی بالاتر مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه این عمل تمهیدی استثنایی است، لکن عیبی ندارد. درباره خط دوم و سوم همکنون بحث کردیم. خط چهارم چنین میگوید: پایه‌های دیگ شکسته است، غذای امیرزاده ریخته و هیکلش را آلوده، ناکامی و بداقبالی پیش خواهد آمد. در اینجا از دیگ استفاده شده، اما به ترتیبی شلخته‌وار، یعنی ایچینگ مورد سوء استفاده واقع شده یا غلط تعبیر شده. بدین ترتیب غذای روحانی گم شده و شخص شرمسار می شود. لگ به این ترتیب ترجمه می کند: جسم او بدان گونه ساخته خواهد شد که هرگاه شرم کند سرخ می شود. سوء استفاده از یک وسیله آیینی پرستش نظیر تینگ به عنوان مثال ایچینگ کفرگویی ناهنجاری است. واضح است که ایچینگ در اینجا از شرافت خود به عنوان یک ظرف آیینی دفاع می کند و بر اینکه به گونه‌ای کفرآمیز مورد استفاده قرار گیرد اعتراض می کند. و دیگه وایس به من اجازه نمیده بیشتر از این رو برای شما بخونم. شرحی که آقای کارل گوستاو یونگ بر این کتاب نوشتن بسیار زیباست. البته پیشنهاد میشه که اول باید این کتاب به صورت کامل خونده بشه و بعد این شرح آقای یونگ رو در انتها بخونین برای انگار تکمیل شدن این کتاب. ولی خب این کتاب کمی سخت هستش ولی بسیار زیباست. اگر علاقه دارین به کتاب‌های متافیزیکی قدیمی و جدید، حتما بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. شاید در چاپ جدیدش هم ترجمه‌های دیگری از استادان و دانشمندان معروف قرار گرفته باشه که خالی از لطف نیست خواندنش. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.